آیا تا حالا به این فکر کردین که بهترین راه برای حفظ یک رابطه خوب چیه؟ چه چیزی یک رابطه رو فعال و سالم نگه می‌داره؟ در حالی که داشتن شیمی خوب با کسی مهمه، همچنین لازمه که برای رابطمون تلاش کنیم. گاهی اوقات ممکنه سخت بشه، بنابراین مهمه که شما و شریک زندگیتون عادتهای خوبی توی رابطه داشته باشید تا این رابطه رشد کنه و شکوفا بشه. قبل از اینکه شروع کنیم باید بگیم که اگرچه این ویدیو برخی از ویژگی‌های روابط سالم رو پوشش میده، طبیعیه که همه افراد تمام این نکات رو رعایت نکنن. همینطور ممکنه روش‌هایی وجود داشته باشه که توی این ویدیو به اونها اشاره نشده باشه. با این گفته ما 8 عادت سالم برای یک رابطه رو با شما به اشتراک میگذاریم. 1. محبت خودتون رو نشون بدین. آیا میتونید با شریک زندگیتون آسیب پذیر باشید؟ نزدیکی و اعتماد اغلب با هم همراه هستن. دست گرفتن، در آغوش گرفتن، نوازش کردن و بوسیدن همگی نشانه‌های ارتباط فیزیکی هستن که ممکنه به شما اطمینان بده که به یکدیگر عشق می‌ورزید. این یه راه بی صدا برای اینه که به شریک زندگیتون بگین که شما مال اون هستین و اونو دوست دارید. میتونید با هم ارتباط برقرار کنید. آیا راحت هستید که با شریک زندگیتون صحبت کنید؟ داشتن ذهن باز و دوری از قضاوت برای برقراری یک گفتگوی صادقانه با اون مهمه. به جای اینکه احساسات حل نشده‌تون رو درون خودتون نگه دارید، مهمه که فضای امن ایجاد کنید که توی اون هر دو بتونید بدون ترس درباره مشکلات رابطتون صحبت کنید. 3. به لحاظ عاطفی با او پیوند دارید. آیا میتونید با هم بخندید یا درباره احساساتتون صحبت کنید؟ هر رابطه قوی به یک پایه مستحکم عاطفی نیاز داره. چه با خندیدن و مسخره بازی با هم باشه یا داشتن بحث‌های عمیق درباره زندگی. توانایی صمیمیت عاطفی با شریک زندگیتون بسیار مهمه و نشونه خوبی از یک رابطه سالمه. شماره 4. بعد از بحث‌ها آشتی می‌کنید. آیا بعضی وقتا لجباز هستید و از آشتی کردن بعد از دعوا خودداری میکنید یا اشتباهات خودتون رو میپذیرید و برای درست کردن اوضاع تلاش میکنید؟ مهمه که بعد از یک بحث با شریک زندگیتون آشتی کنید. بحث و جدل چیزی که فاصله ایجاد میکنه و اغلب منجر به جدایی میشه. بنابراین یک رابطه قوی شامل نگه نداشتن کینه و تمایل به پذیرفتن اشتباهاتتونه. شماره 5. از همدیگه قدردانی میکنید. آیا به شریک زندگیتون میگید که چقدر خاصه و برای شما چقدر اهمیت داره؟ داشتن احترام و قدردانی متقابل یکی از کلیدهای حفظ یک رابطه سالمه. به راحتی ممکنه کسی رو دست کم بگیرید و فراموش کنید که نشون بدید چقدر بهش اهمیت میدید. بنابراین مهمه که قدردان باشید و از تمام کارهایی که برای همدیگه انجام میدید تشکر کنید. شماره 6. آینده‌ای با یکدیگر میبینید. آیا واقعا آینده‌ای با شریک زندگیتون می‌بینید؟ دونستن اینکه همیشه در کنار هم خواهید بود، چه در سختی و چه در آسونی، و حفظ این نوع ایمان بسیار مهمه. زندگی اغلب شما رو با چالش‌های غیرمنتظره مواجه می‌کنه. بنابراین توانایی اعتماد به شریک زندگیتون که در هر قدم کنار شما باشه برای یک رابطه قوی مهمه. شماره 7. کارهای خونه رو با هم تقسیم میکنید. آیا همه کارهای خونه رو خودتون انجام میدید؟ چه درباره انجام کارهای خونه باشه یا خریدهای روزمره، تعادل در یک رابطه کلیدیه. شما شاید در آشپزی ماهرتر باشید، بنابراین شاید اون بتونه ظرف‌ها رو بشوره یا کف خونه رو جارو کنه. اگر کارهای خونه یا وظایفی که باید هر دوی شما انجام بدید همیشه توسط فقط یکی از شما انجام بشه، احساسات ناخوشایند و مشکلات در رابطه ایجاد میشه. شماره 8. به همدیگه فضای شخصی میدین. آیا زمانی و فضایی برای خودتون دارین که از شریک زندگیتون جدا باشه؟ در حالی که نزدیکی و صمیمیت توی رابطه مهمه، تعیین مرزها نیز خیلی ضروریه. علیرغم داشتن یک ارتباط نزدیک، شما و شریک زندگیتون نیاز به فضای شخصی هم دارید. زمان بیش از حد با هم بودن ممکنه به احساس ناامیدی یا رنجش منجر بشه. بنابراین یک رابطه سالم به تعادل بین زمانی که با خودتان و با شریک زندگیتون میگذرونید نیاز داره. آیا شما توی رابطه هستین؟ چه عادتهایی رو برای دوام رابطتون شکل میدین؟ لطفاً نظرات خودتون رو برای ما کامنت کنین. از اینکه کانال کشند رو انتخاب کردید بسیار ممنونیم. لطفاً برای حمایت از ما ویدیوی ما را لایک کنید، کانال را سابسکرایب کنید و ایده های ارزشمند خود را در بخش کامنت ها با ما به اشتراک بگذارید.